آجی خوش به حال این پولدارا زندگیو اینا میکنن ها. داداش من این پولدار شدم فکر کردی خوبه، فقط اسمش قشنگه. چطور؟ داداش حالا فکر کن یه بنز مدل آخر زیر پاته، اگه یاتاقان بزنه میتونه قطعاتشو پیدا کنی؟ نه. خب دیگه تو پرایدت خراب شه قطعاتشو تو این سوپرمارکت هم میتونی اوکی کنی. بفرما خودش امتیاز دیگه. بنده خدا این پولدارا چقدر اذیت میشن. آره با اونو ولش کن. حالا فکر کن یارو 4 تا کارخونه داره، شب از استرس خوابش نمیبره که، ولی ما چی دوست خونمون هم بزنه تشی چی واسمون میذاره. امتیاز خودش. بعد بابا اصلا اینا رو ولش کن. این بنده خدا از الان دغدغه اینو دارن عید کدوم کشور غریبی برن، فرانسه، ایتالیا، دبی. ما چی، ما تکلیفم مشخصه، ای پا میشیم میریم دهاتمون. باریکلا. بعد این پولا رو همشون افسردگی دارن، اصلا دلیلش هم نمیدونن، ولی ما چی دلیل افسردگی اونو میدونیم، بی پولیه دیگه. خب همین که دلیلشو میدونیم خودش یه امتیازه اصلا دیگه. اینا به کنار آقا فکر کن یارو 4 تا خونه بالا شهر داره، 2 تا ویلا لواسون داره، یه ویلا شمال داره. خب این چیش بده؟ آره. خب احمق یارانه‌شون رو قطع میکنن دیگه. چه تفلکی‌ها رو ببینا بدبختا. خدا شکرش.